یا مسئله ها به سیستم ها تبدیل میشن. درود، حسن قربانی هستم، معمار تحول صنعتی و هوش مصنوعی. امروز 5 مرداد 1405. این تاریخ رو یک گوشه ای از دفترتون یادداشت کنید. این تاریخ قرار نقطه عطفی در تحول سازمان با شما باشه، از یک سازمان سنتی و قدیمی به یک سازمان هوشمند و مدرن. نزدیک به 20 ساله که صنعت رو با گوشت و پوست و استخونم زندگی کردم، نه فقط پشت میز مدیریت بلکه کف کارخونه ها و صنایع. تو این مدت چندین شرکت رو از صفر ساختم، اونها رو مدیریت کردم، خیلی هاشون هم فیل شدن، اما اونهایی که موندن با سیستم سازی درست الان دیگه نیاز به حضور چندان من ندارن. الان وقت من آزاده تا بتونم به تصمیم‌های بزرگتر فکر کنم. یک هلدینگ صنعتی رو ساختم، بنیانگذاری کردم و تا امروز رهبریش کردم. تو این سالها نزدیک دیدم که نبود یک سیستم هوشمند چقدر میتونه وقت مدیران، سرمایه‌های سازمان و انرژی‌های کارکنان رو هدر بده. من هم سالها مثل شما درگیر خیلی از این عملیات‌های روزانه بودم، تصمیم‌های تکراری و مسائلی که دوباره به خودم برمیگشتم، تا اینکه یاد گرفتم با سیستم سازی درست، تعریف شفاف مسئولیت‌ها و خودکارسازی فرایندها خیلی از وقتم رو آزاد کنم. الان میتونم برای تصمیم‌های مهم زندگیم وقت بذارم. من یک اصل دارم: برای هر مسئله تکراری در کارخانه‌ها و سازمان‌ها میشه یک سیستم ساخت و بالغ بر 80-90% اونو اتوماتش کرد و خودکارش کرد. از امروز اینجا هستم تا تجربیات زیسته خودم رو در صنعت، مدیریت، مشاوره‌های سازمانی که به شرکت‌ها و سازمان‌ها دادم و سیستم سازی‌هایی که کردم و اتوماسیون و همچنین ترند جدید دنیا هوش مصنوعی رو با شما به اشتراک بذارم. حرف‌هایی که اینجا میشنوید نه فقط ترجمه کتاب‌ها یا ترندهای روز شبکه‌های اجتماعی، نه، این حرف‌ها حاصل تجربیات من در کارخونه هاست، مدیریت شرکت‌ها و مشاوره به سازمان‌ها. این تجربیات رو اومدم با فناوری‌های نوع دنیا، روش‌های مدیریتی نو ترکیبش کردم، با هوش مصنوعی ترکیبش کردم. اما ما اینجا هستیم تا مسئله واقعی کارخانه‌ها و سازمان‌ها رو بررسی بکنیم. از هر مسئله به یک سیستم میرسیم، اون سیستم رو اجرا میکنیم و تا جایی که امکان داره اونو اتوماتش میکنیم. در مورد هزینه‌های پنهان از کارخانه‌ها و سازمان‌ها که توی هیچ سند مالی دیده نمیشن، در مورد سیستم‌های فروش و ارتباط با مشتری‌های هوشمند، در مورد CRM ها و مراکز تماس هوشمند، در مورد اتوماسیون فرآیندها و کاربرد واقعی هوش مصنوعی در صنعت صحبت می‌کنیم. ما می‌خوایم یک مسیری رو طراحی بکنیم از سازمان‌های هوشمند و کارخانه‌های هوشمند که چطوری به اینها برسیم. اما قرار نیست فقط صحبت بکنیم. قرار نیست اینجا فقط در مورد تکنولوژی صحبت بکنیم. قراره با هم ابزار بسازیم، چک لیست بسازیم، نقشه راه طراحی بکنیم، نمونه‌های واقعی رو با هم دیگه سیستم سازیش رو تحلیل بکنیم و پشت صحنه این پروژه ها رو هم با شما به اشتراک میذارم. در این صفحه قرار نقطه اتصالی باشه بین مدیرانی که میخواهن هوشمند مدیریت کنن و متخصصینی که میخوان بخشی از این راه حل باشن. پس اگر مسئله‌ای که بیشترین وقت، هزینه و یا تمرکز سازمان شما رو گرفته، برای من بنویسید. شاید همین مسئله تبدیل بشه به یک سیستم جدید. سیستم ها باید وقت شما رو برای تصمیم های بزرگ آزاد کنن. بدرود.